در میدان قیامت این چنین منتظریم که خداوند اعلان نتیجه بکنه چه کسی چه نمره ای را گرفته و هر کسی در آن روز کارنامه‌اش و نتیجه این مسابقه به دست راست داده بشه، پیش همه میره به همه نشان میده ببینید کامیاب شدم، ببینید خداوند مهر زد که من اهل بهشتم، منزل و مأوای من بهشت خداست، به همه نشان میده ببینید کامیاب شدم. و اعمال نامه و نتیجه اون انسانی که در این مسابقه خداوندی کامیاب شده به دست راست داده میشه و بعد او را راهنمایی میکنند به سوی بهشت خداوند. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. فرشته‌ها میگن بفرمایید شما کامیاب شدید، اطلاع نامه کامیابی گرفتید، بفرمایید جای شما دیگه اینجا نیست. میدان محشر سرای وحشته. ما جناس بعدهم فی بعد. پیامبر میفرماید وقتی روز قیامت میشه مردم از هول و ترس قیامت به هم میریزند. نه پدر فرزند میشناسه، نه فرزند مادر میشناسه، نه پسر مادر میشناسه، نه عاشق معشوق میشناسه، نه شاگرد معلم میشناسه، نه معلم شاگرد میشناسه، نه همسایه همسایه میشناسه، نه دوست دوست میشناسه. و قرآن میفرماید که اگر اون صحنه قیامت کسی حامله باشه از ترس قیامت فرزند در سکت میکنه. ما جناس بعدهم فی بعد. همه انسان ها به هم میریزن، میان پیش حضرت آدم که ما را شفاعت بکن. صحنه خطرناکه. در اون روز کسانی که نامه اعمال به دست راست میگیرن به همه نشان میدن ببینید ما کامیاب شدیم، ببینید الله از ما راضی شد، ببینید نافرمانی خدا نکردیم، ببینید امید به رحمت خدا داشتیم، بندگی مولا کردیم، نامه اعمال گرفتیم. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. بفرمایید طرف بهشت خداوند، نزدیک بهشت سلام میکنند. همه فرشته ها دست به سینه در حضورشان ایستادند، سلام میکنند. طبتم، خوش آمدید، فادخلوها خالدین. داخل مهمان سرای ابدی خدا برین. در اینجا نه مرگ میآیه، نه غم میآیه، نه جنگ، نه غیبت، نه سخنچینی، نه شخصیت کشی، نه غیبت هم دیگر کردن، نه مریضی، نه پریشانی، نه افسردگی. هیچ چیزی در اینجا نیست. اینجا سرای شادی است، آنجا سرای بندگی بود، اینجا سرای زندگی است.